یه اتفاق جالبی افتاد. ساناز اومد و قرار بود من امروز شروع کنم بهش آموزش بدم. صحبتایی کرد یه شک توش بود، شک و تردید. مقصر اصلی خودم بودم که فکرم رو با آدم ها به اشتراک گذاشتم. این حس ریسک رو همه تجربه میکنن. سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به قسمت دوم از برنامه چطور معامله‌گر شوید. اگر قسمت اول رو نگاه نکردین خب حتما نگاه بکنین، بعد قسمت دوم ببینین، به خاطر اینکه بدونید موضوع این برنامه چی هستش. و اینکه یه اتفاق جالبی افتاد. ساناز اومد و قرار بود من امروز شروع کنم بهش آموزش بدم و یه صحبتایی کرد بوی شک توش بود، شک و تردید، نمیدونم خواست مشورت بکنه. من گفتم استاپ، نگهدار، میریم جلوی کامرا صحبت میکنیم در موردش که دوستان هم بشنون و ببینن و به اشتراک بذاریم باشون. ولی یه خورده شکاکتوری بود صحبتات ساناز. الان به من بگو ببینم داستان چیه، در موردش صحبت کنم. بازم سلام خدمت همه و شما. مرسی، ممنونم. هیچی دیگه، من شایدم مقصر اصلی خودم بودم که فکرم رو با آدم ها به اشتراک گذاشتم و هر کسی فاز منفی به من داد و کلا هر کسی که در مورد این موضوع با من مثبت حرف زد و میزنه همیشه پدرم بود، ولی برای کلا فاز منفی دادم به این موضوع. یه ترسایی درست من دارم، گوش نمیدم چون راه هم انتخاب کردم، ولی دیگه روی آدم تاثیر میذاره و من گفتن اگه نشه چی، اگه بگذی چی، اگه نمیدونم مالت خورده بشه یا هر چیز دیگه که اطرافیان گفتن. این حس ریسک رو همه تجربه میکنن. اول اینکه در مورد پدرت گفتی، پدرت سررشته‌ای توی فارکس داره؟ خب خیلی عالی، به خاطر همینه که بهت انگیزه میده و قطعا کسایی که این رو بهت گفتن که نه نکن این کارو مالت خورده میشه یا هر چیزی، دلیلش اینه فکر نمی‌کنم سررشته‌ای از این کار داشته باشن. ببین، ریسک توی هر کاری وجود داره. بزرگترین شخصیت‌های دنیا میگن اگه می‌خوای موفق بشی ریسک‌های منطقی انجام بده، ریسک‌های حساب شده انجام بده. اگه تو ریسک نکنی توی دنیا واقعاً بازنده‌ای. زندگی بر پای ریسک میچرخه. وارن بافت رو میشناسی؟ یکی از بزرگترین شخصیت‌هاییه که حالا ما توی بازارهای مالی ازش صحبت می‌کنیم. یکی از ثروتمندهای دنیا هم هست. وارن بافت یه جمله خیلی قشنگ داره، میگه ریسک ناشی از ندونستن کاریه که داری انجام میدی. یعنی این که تو کنترل شده و با علم و دانش بخوای یه کاری رو انجام بدی خیلی درصد اون ریسک رو کاهش میده و این رو همیشه میتونی سردهای کارات قرار بدی. هر شغلی، هر بیزینسی که با علم و دانش، با معلوماتی که باید داشته باشی واردش بشی، درصد ریسکش رو کاهش میده. حالا بگو به من ببینم چیا شنیدی؟ واضح‌تر بگو. من خودم هم خیلی از این افکار منفی قبلا تجربه کردم زمانی که اول این مسیر بودم، ولی خب من پیش رفتم، الانم اینجایی هستم که میبینی. ولی دوست دارم به اشتراک بذاری. من شاید خیلی از چیزایی که بهت گفتن رو میتونم بفهمم قبل اینکه صحبت بکنم. هیچی دیگه، گفتن که اصلا چه معلومه بازار اصلا امنیتی توش وجود داشته باشه، اصلا واقعی باشه. خب بازار فارکس توی واقعی بودنش با یه سرچ ساده حل میشه. یعنی این در جواب اون دوست عزیزی که این صحبت رو بهت گفته کافی بود یه سرچ ساده انجام بده و بازاریه که فارکس روزانه تقریباً 8.5 تریلیون دلار توش پول جابجا میشه. پس چیزی به اسم فیک توش وجود نداره، چون که فارکس بود باعث شد که نرخ ارزها، حالا بعداً در موردش صحبت میکنیم توی جلسه اول، جلسه مقدماتی، نرخ ارزها در مقابل همدیگه، یعنی نرخ ارز کشورها در مقابل همدیگه مشخص شد، فارکس رو به وجود آورد. یعنی اصلا فارکس به وجود اومد که ارزها رو مقابل همدیگه نرخ گذاری بکنن
و اینکه یک مارکتیه که از سال 1973 هست تا الان حدود 50 ساله و چیز غیر شفافی داخلش نیست، همه چیزش کاملا شفافه. حالا جلوتر رفتیم بهتری صحبت منو درک میکنه. خب بفرمایید ادامه بدید. خب مثلا میگفتن یه روز سود میکنی، یه روز ضرر میکنی، نمیدونم چه میدونی اصلا چه بلایی قراره سرت بیاد، استرسش زیاده و باید بیخوابی بکشی و خیلی حرفای کلا منفی که مثلا بخوان منو از اون هدف دور کنن. و به نظر من آدم وقتی یه هدف رو تعیین میکنه درسته مشاوره بگیره از کسایی که در این زمینه میتونن کمکت کنن، نه آدمایی که هیچ چیزی در مورد این کار نمیدونن و به فازای منفی میدن و جوری ترس دلت. من یه سوالی دارم، این که بهت گفتن خب ممکنه سود کنی ضرر کنی، من از شما میپرسم که داری به این ویدیو نگاه میکنی، آیا بیزینسی داشتین که همش سود باشه؟ چه کاری تو دنیا وجود داره که فقط سود باشه؟ منم فارکس رو ول کنم برم اون کار انجام بدم، به منم معرفی بکنن. همه شغلای دنیا ریسک داره، هر بیزینسی تو شروع میکنی ریسک خاص خودشو داره. حالا ممکنه کم و زیاد با توجه به بیزینست، با توجه به کاری که میکنی. به غیر از حالا کارمندی کلا من باش موافق نیستم. چرا؟ چون که ما خیلی میبینیم حتی خانواده‌های خود ما سالهای سال کارمندی کردن، بعد 30 سال بتونن یه حقوقی بگیرن که فقط زندگیشون رو بگذرونن باهاش. این عین واقعیته، ربطی هم به جایگاهش نداره، حالا کمتر و بیشتر. کلا کارمندی همین که من کلا با کارمندی مخالفم. حالا شاید اصلا خیلی از صحبت من انتقاد بکنن چرا این حرفا میزنی، من مخالفم با کارمندی. کاری که بخوام صبح بیدار شم برم کارفرما داشته باشم تا فلان ساعت مجبور باشم سر کار باشم، اگه یه کار ضروری توی زندگیم هست برم اول مرخصی بگیرم بعد برم کارمو انجام بدم، در نهایت هم سر ما بتونم فقط خورد و خوراکمو باش تامین بکنم. خیلی وقتا زندگیم لنگ باشه، من با این کار مخالفم. ولی در کل اگه بیزینس‌های دیگه‌ای که مستقل برای خودت کار بکنی قطعاً ریسک‌های خاص خودشو داره. و اینکه الان به من بگو این صحبت‌هایی که شنیدی تونست تأثیر بذاره؟ تأثیر که کلا میذاره، چون میره تو ضمیر ناخودآگاهت و تو چه بخوای چه نخوای به این موضوعات فکر میکنی. ولی اینجوری نبوده که حالا منو از این زاویه یا از این قضیه دور کنه. شاید مثلا یه کاری با هم کرده تلنگری بوده که خیلی جدی‌تر مثلا وارد این بازار بشم و خیلی جدی‌تر ادامهش بدم و به قول خودتون خیلی مستمرتر باشم، صبرم رو بیشتر کنم، رضام رو بیشتر کنم و استمرارم رو بیشتر کنم که به اون هدفی که میخوام برسم. قطعا همینطوره و امیدوارم که همین مسیر رو پرقدرت پیش ببرید. من پیشنهادی که دارم به نظر من هم به شما اینه که دایره کسانی که اطرافتونن خیلی توی زندگیتون تاثیر دارن، هدفمندش بکنید، چکیدش بکنید. آدمایی که همش انرژی منفی هن، هر کاری میخوای انجام بدی نه نمیشه، نه این کارو نکن، نه آخرش چی میشه. من خیلی وقتا میگم یک نفر اگه قرار نیست دستتو بگیره توی مسیری حداقل پاتم نگیره، بذاره خودت مسیر خودتو بری حالا که کمکت نمیکنه. و اینکه بهترین کار اینه که به نظر من این آدما رو دور و برتون حذف بکنید. خیلی راحت، هم دورتون خلوت‌تره، همین که اگه چند نفر آدم موفق کنارت باشن و بهت انگیزه بدن، اون خیلی توی مسیر پیشرفت زندگی توی همه مقاطع زندگی بهت کمک میکنه، نه تنها فارکس. کلا من کار خودم هم که میخواستم شروع کنم تو سن کم بودم دیگه، همه به من گفتن آخه این شغله، آخه این مثلا میتونه شغل باشه، این چیه، فلانه بسانه، هزار و یک جور حرف منفی. ولی همون شغلی که من انتخاب کردم یه کاری کرد که حتی درآمد من که از
پدر من که کارمنده بیشتر بود. دقیقا همینطوره. شغل آزاد قطعا از کارمندی مثلا همه شغلی که همین گفتن این چی اصلا تو انتخاب کردی، ولی اون یه هنر بود. ولی مردم همینجوری هستن، هر چیزی که شما بخوای اونا میان فقط منفیش میکنن و نمیتونین طرز فکرها رو تغییر بدی و باید ازشون دوری کنی. گوش نمیدیم دیگه در نهایت گوش نمیدیم. ما یه مسیری رو انتخاب کردیم. به من هم این حرفا رو زدن چون به خاطر این گفتم میدونم چیا بهت گفتن. خیلی به من گفتن در حدی که من زمانی که فارکس رو داشتم یاد میگرفتم توی شرایط واقعا سختی بودم توی زندگی، توی برهه‌ای بودم که نباید تمام تایمم رو برای فارکس میذاشتم واقعا، ولی گذاشتم و بعضی از دوست آشناهای من، نزدیکان من، حالا با جزئیات‌تر نگیم بهتره چون ممکنه ویدیو رو ببینن، ولی باور کن انقدر منو سرزنش میکردن، انقدر غر میزدن چه کاری داری انجام میدی، پاشو برو بیرون کار کن، پاشو برو دنبال یه لقمه نون، پاشو برو نمیدونم خودتو دیوونه کردی پای این کامپیوتر و لپتاپ و چارتت. و من رفتم مسیرمو با وجود اینکه خیلی توی شرایط بدی بودم، واقعا توی شرایط بدی بودم که میبایست میرفتم کارمندی میکردم در این حد. ببین کلا یه شرایطی هست بعضیا مغزشون یه جوریه که فکر میکنن تو فقط با اینکه زیاده از حد کار کنی و جسمتو خسته کنی میتونی به جایی برسی. الان ما آدمایی داریم از همین بازی آنلاینی که توی سیستما یا توی لپتاپ یا تو گوشی دارن پول در میارن. پول در میارن. آره چرا؟ فقط بازی میکنن. دقیقاً همینطوره. دنیای دیگه زور بازو نمونده. با زور بازو بخوای پول در بیاری. اتفاقا من میگم به جای اینکه ساعتها بشینی حسرت آرزوهاتو بخوری، 4 ساعت بشین فکر کن، 4 ساعت برو یه گوشه واسه خودت بشین فکر کن، 1 ساعت برو اجرایش کن، 1 ساعت برو اون فکری که کردی رو انجام بده. نیازی نیست بری 12 ساعتتو بذاری بعد آخر شبم 2 ساعت تایم استراحتتو فکر کنی که آی من چرا به اینا نرسیدم. فکر کن کجای زندگی مشکل داره، فکر کن ببین تو این وضعیت بد اقتصادی دنیا، نمیگم تنها ایران، دنیا واقعا وضعیت اقتصادیش خوب نیست. خیلی از کشورها مخصوصا توی الانی که ما داریم این ویدیو رو رکورد میکنیم، توی این وضعیت بد اقتصادی دنیا فکر کنم من باید چیکار انجام بدم که خوب باشه، چیکار انجام بدم که دانشگاه آکسفورد یه گزارش جالبی منتشر کرده بود که حالا اصلاحش هم کردم. خب دانشگاه آکسفورد یکی از قدیمی ترین دانشگاه دنیا است که تقریبا توی زمینه هوش مصنوعی هم جز قوی ترین دانشگاه دنیا است. 30 تا از نخست وزیرای بریتانیا از همون دانشگاه فارغ التحصیل شدن. سال 2013-14 یه مقاله منتشر کرده بود که 47% از شغلای دنیا دیگه حذف میشن با توجه به این آپدیتی که داره توی دنیا اتفاق میفته و دنیا به سمت تکنولوژی داره میره. حالا الان میگن 14% اصلاحات جدیدش. ولی من سوالم اینه اگر شغل شما جز همین 14% بود چی؟ اگر همین کاری که داری براش تلاش میکنی بعد از مدت‌ها سالها زحمتی که کشیدی اومدن یه ابزاری رو اختراع کردن که همین کار تو رو انجام میداد برای مردم، دیگه نیازی نداشتن چی؟ اینو واقعیت مثل همین ناخن‌کاری تو خیلی واقعا غیر ممکن نیستش بیان یه دستگاهی درست بکنن دستتو بکنی داخل دستگاه ناخناتو برات کاشت بکنن، لاکت هم بزنه خودت هم طرح روش انتخاب بکنی همه کاراشو برات انجام. الان هوش مصنوعی به یه جایی رسیده فقط چای دم نمیکنه، همه کاری داره انجام میده واقعا. و اینکه خوشحالم که نتونسته بود تاثیر بذاره این صحبت ها و اینکه اگه حس شک و تردید به وجود اومده توی ذهنت کاملا منطقیه. منم شاید یه روز این فکرها رو میکردم، مثلا چیز غیر منطقی نیستش. همین الان قبل اینکه بخوایم این ویدیو رو بگیریم کلیپ بود بتونم نشون بدم. آره نوشته بود
تو قرار نیست بازنده باشی، حتی اگه بازنده باشی برنده، چون حداقل تلاشتو کردی. آفرین، حداقلش اینه تلاشتو کردی. 100%. یه راهی رو دوست داشتی تست کنی، تست کردی. حالا یا توی اون رو موفق میشی یا نمیشی، غیر از این که نیستش. حالا ما با ساناز پیش میریم ببینیم موفق میشه یا نه. ولی من به آینده ساناز واقعا خوشبینم، چون با وجود این که یک دختر مستقل هستش و طرز فکرهایی که ازش میبینم طرز فکرهای یه آدمی که دنبال پیشرفت آیندهشه، من فکر میکنم که توی این مسیر موفق باشه. حالا چالشایی هم که قراره تجربهش بکنه ما در کنارش هستیم و کمکش میکنیم و همش هم با شما به اشتراک میذارم که از تک تک چالشایی که براش پیش میاد تجربه به دست بیارین و دیگه مجبور نشین خودتون این راه رو برین و این تجربیات ساناز باعث بشه که راحت تر بشه این مسیر براتون و خیلی ساده تر به این بازار نگاه بکنید. صحبتی داری؟ نه، فقط میخوام در بگم که وقتی که تصمیم رو میگیریم پیش بریم و به حرفای دیگران اصلا نگیم به کسی که در اون زمینه هیچ اطلاعاتی نداره نگیم، چون فقط موجای منفی میفرستن و حتی اگه اون چیز شدنی هم باشه یه کاری میکنن که نشه. دقیقا همینطوره، واقعا نگین، راست میگین. چرا میگین؟ چرا شما که میخواین فارکس کار بکنید؟ نه اصلا نه فارکس، هر کاری. نه مثال، حالا من شغل خودم رو دارم میگم. شما که میخوای فارکس رو انجام بدین چرا میرین به کسی که 35 سال از عمرش رو کارمند بوده میان میگین من میخوام برم تو دنیای فارکس؟ خب مسلمه بهت میگن نه خوب نیست، اون توی دنیای دیگه زندگی کرده. خب بابای تو میگه از فارکس سررشته داره. خیلی محدودن تعداد کسانی که سنشون بالای 50 ساله و تو بهشون بگی من میخوام فارکس انجام بدم و بگن آفرین چه کار خوبی داری انجام میدی. این انگشت شمار تعدادشون. حالا نسل جوانتر به هر حال براشون جا افتاده، خیلی دارن میبینن، توی دنیای تکنولوژی دارن زندگی میکنن. ولی نسل قدیم دیگه مثلا دهه 40 و 50 علل خصوص واقعا خیلی هاشون اصلا گارد دارن نسبت به این موضوع، قبولش نمیکنن این موضوع که من میخوام برم با لپتاپم پول در بیارم، چون 30 سال اون زحمت کشیده تا پول در آورده و در نهایت هم یه کارمندی بوده. منتظر باشین، اگه سابسکرایب نکردین که حتما سابسکرایب کنین و اینکه قسمت بعدی دیگه شروع میکنیم آموزش‌های سانازو که بیشتر از این به شک و تردید نندازن. خدا نگهدار.